از صمیم قلب تبریک میگویم. افتخار ماستن. کار علمی کردن، کار تحقیقاتی کردن و این همیشه قابل قدر است. وقت بسیار کم است. فقط من میخوام دو نقطه را اشاره کنم. نقطه اول این است که مشکل افغانستان، بدبختی افغانستان فعلا، عقب ماندگی افغانستان، گدایی افغانستان در این نیست که ما گذشته خود فراموش کردیم. در این نیست که ما گذشته خود به یاد نمی آوریم. به نظر من دلیلش این است که ما در گذشته خود زندگی میکنیم. ما کسی که میگوییم من آنم که پدرم بود رستم. پدریت بود رستم، تو چیستی؟ از این وقت کم است، تحقیقات نمی شود، تشریح مشکل است چون وقت کم است. کشورهای ساخته شد که دقیقاً روی گذشته خود خط کشیدن، خط بطلان کشیدن. از 5000 سال تاریخ خود یاد نمی کردن. بگو درست از بابه من ملک بود، خان بود، سرمایدار بود، همه چیز داشت، بمب اتم داشت، اما من چی دارم؟ ما همیشه از 5000 سال تاریخ خود یاد میکنیم، از گذشته خود یاد میکنیم و این اشتباه است چون ما در گذشته خود زندگی میکنیم. مثالش بگیریم مکه را که از اسلام خارج نشوید. پیامبر ما کسی بود که دقیقاً خط کشید بالای گذشته اجداد و نیاکان خود، خط بطلان، خط سرخ. و دقیقاً علت مخالفت بزرگان قریش و کلانای مکه همین بود که این اجداد و نیاکان ما را توهین میکنه، این رسوم و آداب و فرهنگ اجداد ما را زیر سوال برده، این به نیاکان ما حرفای زشت میگوید به رسوم و آدابش. یک فرهنگ دیگر، یک تمدن دیگر، یک افکار دیگر را بنیاد گذاشت. و ما دیدیم مکه‌ای که کس نامش نمیشنید، امپراتوری روم و ایران را در طی 50 سال 60 سال یعنی آمریکا و چین آن روز را به لرزه در آورد. بنابراین امیدوار هستم که نسل افغانستان، روشنگر افغانستان، روشن فکر افغانستان برای امروز خود فکر کنه. یکی سلطان محمود غزنوی بود، امروز اولاداش کاسه گدایی. ننگ است به تو که نام سلطان محمود بگیری، ننگ است به تو که از تاریخ صحبت میکنی که امروز او را از دست دادی. نه تنها ننگ است که گناه بزرگ است. تو بجایی که افتخار کنی مثلا پدر من سرمایدار بود، مثلا زندگی داشت، درآمد داشت، اما من امروز گدایی میکنم، برای من ننگ است که من نام پدر خود بگیرم. برای من گناه بزرگ است، برای من شرم است، به خاطر که از اون بزرگی و از اون عظمت و از اون به کجا رساندی خودی. دومین که خودت چی هستی؟ من امیدوار هستم که روشن فکران ما، فیلسوف ما، نویسندگان ما این به این معنا نیست که تحقیق نکنن، آثار نوشتن نکنن، امثال هم نکنن. نه، قابل قدر است، هر چیز در جایش. اما تا زمانی که ما از گذشته خود بیرون نشویم و به حال امروز خود فکر نکنیم و تا زمانی که ما نقاط منفی را 100% ولو از پدر ما باشه خط بطلان نکشیم و یک فرهنگ نو، افکار نو، روش نو، زندگی نو اگر ما نسازیم، من معتقد هستم که 100 سال بعد ما از زمان 5000 سال تاریخ صحبت میکنیم و در دست ما کاسه گدایی است. امیدوار هستم که یک تغییرات بنیادی در فکر ما وجود بیاد. میگویند که
آخرین جمله، ما استادم هستیم درسم میدیم، میگن استادا بسیار حرفم میزنن، راستم میگوین. میگوید وقتی که اعرا مسلمانای پایلوش گرسنه بدون سلاح مجهز اساکیر امپراتوری بزرگ روم که آمریکای آن روز بود شکست میداد، شکست پی شکست امپراتوری ایران ماند. گفت یعنی چی؟ کیست که ما را شکست میدهد؟ ما مجهز، ما آموزش دیده، همه وسایل مدرن جنگ، کسایی که خود شما میگین پایشان لوج است، سلاح ندارن، شکمشان گرسنه است، آموزش نظامی ندیدن، پس چرا ما را شکست میدهند؟ میگن مشاورینش گفتن ما دقیقا دلیلش نمیدانیم. روایت است کسی روان کردن در مدینه که برو از نزدیک ببین که اینا چی موجوداتی است، 2 سر دارن، 4 چشم دارن، چی دارن که ما را شکست میدهند؟ میگوید وقتی این نماینده یا فرستاده امپراتور وارد مدینه میشود، او در فکر روم است که باش که من منطقه پادشاهنشین اینا رو پیدا کنم، امپراتور نشینشه. میبیند که همه خانه ها یکسان است. در این فکر میشود که خب در کوچه به اصطلاح در کوچه و بازار کلانای اینا رو ببینم. او نمیشناخت، میگه اصلا از لباسش، از اشراف امپراتوری روم و کلانای امپراتوری روم با بردا و غلاما خود زمین تا آسمان فرق میکرد، لباسش و نحوی پوشش و امثالهم. میبینه که هیچ فرقی نیست بینشان. پرسان میکنه از یک مسلمان که امپراتور شما کجاست؟ کیست؟ پادشاه شما، امیرالمومنین شما به اصطلاح امروز، خلیفه شما، صدر اعظم شما کیست؟ کجاست؟ اشاره میکنه به یک مردی که بالای پتوی خود میگه زیر یک درخت خوابیده، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. میگه این پادشاه ماست، این امپراتوری ماست. بعضیا میگوید که این مسلمان آوردن ماند، بعضی میگوید رفت دوباره به روم گزارش داد. فکر میکنم که ما افکار گذشته این کشور را نمیتواند بسازد، افکاری نو و در صدرش عدالت. ما مشکل ما بسیار تحقیقات است، یک نظر من است، نظر شخصی است، ما اساسی ترین مشکلی که در تاریخ داشتیم و امروز داریم، سلطان محمود غزنوی که دنیا را فتح کرد، فردوسیش از گرسنگی مرد، در کجا این افتخار است؟ وقت میگوید که وقتی او را جسدش مردهش طرف قبرستان میبردن، شترهای پر از طلا اینا برای زو داخل او شهر شد، اما اول او را رد کرد. یعنی فردوسی به بزرگی گرسنه بود. این که سلطان محمود نمیدونم چی کرد و چی کرد، برای او گرسنه آن زمانی که او یک نویسنده، یک عالم، افراد دیگر در چه حال بوده باشد. بنابراین امیدوار هستم که ما زمانی به نظر من ساخته میشویم، زمانی کشور میشود، حرفی اول در منطقه میزند با امکاناتی که خداوند هیچ کشور نداده. یعنی 2% بر اساس تحقیقات شوروی آمریکا 2% امکانات نه آمریکا دارد، نه عربستان دارد، نه روسیه دارد و نه چین دارد. 2%ش. اما ما چی نداریم. من به یقین هستم که ما دولت به معنای مسلکی علمی نداشتیم و نداریم. ما افرادی در رأس دولت که تقوا داشته باشد، تقوا، و او هر بچه و دختری کشور بچه و دختری خود فکر کند، نه اینکه اینجا بچه و دختری کشور گرسنه باشد و خودش پلو چلاو بخوره، یا بچه و دخترش بهترین زندگی داشته باشد. زمانی دقیقا ما میتونیم که یک حکومتی که در آن عدالت ستون باشد و اهلیت اساس باشد، در آن وقت فکر میکنم افغانستان نه تنها حرف اول، بلکه شاید در حرف اول در منطقه، بلکه حرف اول شاید در دنیا بتواند بزند. 10 سال پیش من گفته بودم که امکاناتی که این کشور دارد، هر کسی که این رهبریش بوده داشته باشد، اگر واقعا با تقوا، با تخصص، با تعهد، با تجربه این کشور را پیش ببرد، در 10 سال اگر از پاریس زیباتر نشد، من در آن زمان گفته بودم دست خود قطع میکنم. یک جان تشکر از توجه شما.
موفق باشید. تشکر.